صبحتان بخیر. چون باز امروز را پیشواز میگیریم و میخواهیم که درک کنیم که برای چی ما باز فعالیت میکنیم و چی مسئولیت ها داریم و برای این البته عصب تازه و تن بردم و وقت خوش لازم است. چون در دوام روز چنین می شود که می بینید بعضا شدت زیادتی یا که شدیدیتی که در فعالیت شما پیدا می شود سبب ناراحتی فعالیت معینه سر می شود یا که عادی‌تر گرده گوییم به سردرد گرفتار می شوید. آیا ممکن است که شما دارو نخورید یا که عملهایی که سبب پس‌شوی درد سر آنها را اجرا کنید؟ البته دویم واریانت بهتر است. پس بیایید ما حالا با مشقی که امروز سبب فعالیت خوب معده سر و قوت زیادی بدن می شود شروع کنیم و درد سر را پیشگیری کنیم. و حتی کسانی که در یک هفته یک چند مراتب سردرد می شوند آنها هم می توانند که در دوام هفته هر صبح و شام این مشق را تکرار کنند تا اینکه توانند گردش خون را در وجود خود درست کنند و سبب برطرف شوی درد گردد. اکنون شروع میکنیم با آن مشقی که ما و شما حالا آن را انتظاری داریم. و مقصد مشق این است که گردش خون در بدن درست شود و سبب آب شدن درد، برطرف شدن ناراحتی های عضوهای گوناگون از آن جمله معده سر شود. یک جای درست را بگیرید، به خود انتخاب کنید. بگذار شما در جایی بنشینید و چون نیت کردید که مشق روحی میکنید و به دست میگیرید باطن خود را، پس بدن خود را حس کنید. خود را در بین معده سر قرار داده اید و بدن خود را حس میکنید. و این گرمی اول یا در پایه ها یا در دستان یا در شکم عموما در یک جای بدن شما پیدا می شود. بدونید که این احساس است در اصل وسیع شوی رگ‌های خونگرد شما هست. چون شدتی بدن شما گرفته شد آن وقت گردش خون در تمام بدن آهسته آهسته درست شده. شما به حالت آرامی، آسودگی و مخصوص بدن وارد می شوید. گرمی تا رفت در بدن شما زیاد می شود و مردم شیرین کرده اوکالی گرم می گویند. احساس گرمی در تمام بدن پهن می شود و گویا که شما گردش خون خود حس می کنید. چیست درد؟ که حالا شما آن را بر اعلا حس می کنید یا که مکان آن را یافتید. درد ویران شوی گردش خون است. پس چون گردش خون برقرار شد درد مانند یخی که در زیر شعاعهای آفتاب آب می شود نیست می شود آهسته آهسته پس شده برهم می خورد. شما بر اعلا این را حس می کنید. درد شما دردی است که نظارت شونده است، دردی است که اداره می شود و شما آن را اکنون فهمیدید که می توانستید با این مشق‌های روانی پست کنید و این مشق‌های روانی در ما و شما عادت می شوند. بی‌دردی و سبکی شما را در این هفته همراه است.